و نمیدونم این چیزا مال من نیست. اگر تعریف کردید و نمره منفی آوردید نری مامان باباتون رو بیارینا، فایده ای نداره. البته شوخی کردم، تعریف کنی کیف میکنم. قانون بعدی کلاس اینه که تعریف کردن ممنوع، استاد و دکتر و اینا همش خودتونی. قانون بعدی کلاس لطفاً خدای نکرده قصد مشاوره با منو نداشته باشی. 4-5 موردی که دوستان اصفهانی با من مشاوره کردن الحمدلله همه منجر به طلاق شد. پشیمون میشین واسه مشاوره سراغ من نیاین. قانون بعدی و آخرین قانون کلاس، تمرینی رو ما داریم که بهش میگیم من، نه، عالیه. این تمرین جملاتی رو در طول کلاس من خدمتتون عرض میکنم. شما پاسخهای عاشقانه قدرتمند بلند فریاد میزنید و دستتون رو حرکت میدید. اگر من سوال مثبتی رو پرسیدم، کی برنده است، کی قویه، کی خوشبخته، با انگشت اشاره خودتون رو نشون میدید، میگید من. اگر سوال منفی رو پرسیدم یا القاء منفی کردم، خسته این، افسرده این، بیماری، با دستتون نه رو نشون میدین و فریاد میزنین نه. اگر پرسیدم حالتون چطوره، یه دونه تک دست میزنین عالیه. ریتمیک نه، یه دونه. اگر پرسیدم چطوری تر میخوایم بشین، یه تک دست دیگه عالی تر. در باشگاه های ورزشی آقایون، مال خانوما رو نمیدونم واقعا رام ندادن، مال آقایون که اینجوری بود، مربی که دست میزنه به منزله فرمان شروع ورزشه. دست مربی یعنی همه شروع کنید به دویدن دور سالن. مال خانوما هم همینجوریه؟ جالبه. خب پس در باشگاه ورزشی خانوما هم همینطور. وقتی ما دست میزنیم به کل کائنات فرمان میدیم، حال عالی میخوایم. بذارید تمرین کنیم. حالتون چطوره؟ شلنگ تخته‌ای ممنوع. با هم. حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشید؟ خسته ای؟ افسرده ای؟ بیماری؟ بدهکاری؟ اوضاع بیریخته؟ خانواده افتضاح؟ کی قویه؟ برنده؟ خوشبخت؟ عالی؟ ماه؟ خوشتیپ؟ این تنها سوالی است که حق ندارین بگین من. هر وقت گفتم کی خوشتیپه، همه اشاره میکنین به من، میگین شما. سیده این جلسات خانومم میبینه، کار هم ندین، فکر میکنه با خوشتیپ ترین مرد دنیا ازدواج کرده. اگر کسی احساس میکنه از من خوشتیپ تره، همین الان بره بیرون. هیچ کس نیست؟ خب خدا را شکر، خدا را شکر. حالتون چطوره؟ شلنگ تخته‌ای؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشین؟ بسیار عالی، موافقین؟ برین عالی تر بشین. دوستان عزیز، قوانینی بر هستی حاکم است، قوانینی بر کائنات حاکم است که هر آنچه که در هستی وجود دارد پیرو این قوانین است. قانون جاذبه زمین، هر چه که در زمین است تابع قانون جاذبه است. قانونی که بر تمام مواد و مولکول‌ها، قانونی که بر تمام جانداران و سلول‌ها، قانونی که بر گلدان باغچه خانه ما، قانونی که در بدن من و شما، تمام قوانینی که در هستی ساری و جاری است، هیچ موجودی گریز از این قوانین ندارد. اگر ما یاد بگیریم که با قوانین کائنات همسو بشیم
مثل کسی خواهیم بود که در مسیر آب شنا می کند. اگر با قوانین هستی همسو نشیم، مثل کسی میمونیم که میخواد خلاف جریان آب شنا بکند و شنا در مسیر خلاف جریان آب غیر از این انرژی های ما رو تلف بکند، ما رو خسته بکنه و نهایتاً بدونی که هیچ ذره‌ای پیش رفته باشیم مجبور بشیم به کنار آب بیایم، خاصیت دیگری ندارد. انسان‌های